خونه و در دنیا خونم او میچکد دبالای او اولیجا و میخزن اما جو بریو و جوگمو عاقل هستین میفهمین از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنید حق فقرا را جدا کنید حق فقیر را جدا که الله در مالت برکت میده دوستان عزیز اسلام آمد تا جامعه را زنده کنه بیدار کنه اسلام دین عطوفت است محبت است دوستی است برادری است همدیگر فهمی است ما مسلمانان باید راه و روش رسول الله بگیریم من از خودم گپ نمیزنم حدیث صحیح است پیامبر مثل باد وزان خیرش به مردم ایلوژش باشه من التماس میکنم ایلوژش باشه اگر روی خاطر همین تیفلو روی خاطر همین کودک اینوالید خیا دست یاری درست کنید. السلام علیکم برادران و خواهران گرامی خوب هستین سلامت هستین ان شاء الله الله حفظتون کنه برادران و خواهران گرامی از یک شما خواهش میکنم همین ویدیو را لایک کامنتاریا و با دیگران روان کردن فراموش نکنین برادران و خواهران گرامی این مصیبتی که بالای سر این برادر و با همسر شما است به نهایت مشکل است. علیکم با همه آدمای موجود همیشه که کمک چون دست یوری کنه همیشه خیلی آیمایو چیز داریم که همیشه کمک چون یوردن کنه ما تو زمستان یا جای سر کنم یوری از اون کشیم خیلی چیکنه کنه و درگر خیلی بوده که کسا هاشی دیا مردوشون نیست خیلی شرایط نداره که ما رو نگاه بینید کنه که همیو کل دارو ما همی خیلی شما و بندسه برو دیگه خیلی نایمه چطور برو بشه خیلی نیم خیلی وضعیت داره مخصوصا برسونا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم برادران و خواهران اهل اسلام برادران ما اینو در همینجا با اهل علمون شدیم 7 فرزند دارم 5 تا همین نوبالغ این نوبالغ هم همینجا من همین بچه‌ای که کودک همینجا 5 ساله محمد جان نام داره اینوالیدای خیلی ما این در همین در کوارتیر زندگی میکنیم خیلی شب تا روز دیگه خونه پری همین کلتای تشکیل است پری سرمون همه میچکن خیلی نیست در نیست هیچی نیست خیلی چخیل کنیم من در کارد اجازت نمیتیم دکتر برای که من کسلم من همه حجتای من 100% اینا همه مجنه در پیش مونن شکر یکون چی نون پول میخره نون پول میخره او تایش کنه زده خونم کار کنه بچه ای که خدمانسی شاشم اوی من کاری نشیدم کار کنم یکون جو دارم تلاوه دارم همین تلاوه یکون چی میخره یکون شکر مکر میگیره یکون زندگی منو تلاوه پیش میبره خونه و در دنیا خونم او میچکد دبالای او اولیجا و میخزن اما جو بریو و جوگمو برادر رو موندم مثل من تاج مسلم موده که مثل ما را تنها نگذاشتن من آمدن ایحالمو با خبر شدن خودشون با دو چشمشون دیدن که در حقیقت ما در همه خیلی همه عذاب دوخ عذاب در حقیقت در آمدن دیدن چخیل او میچکم خیلی دیگه چی بگو من برادر رو اگر ایلوژش باشه من التماس میکنم ایلوژش باشه اگر روی خاطر همین تیفلو روی خاطر همین کودک اینوالید خیا دست یاری درست کنین خیلی ایلوژش باشه از برای خدا خیلی یاردم کنین خیلی ما مثل کلونا ممکن خطا که کار گناهگار باشه اوی کودک شده گناهگار نیستن من مثال کار کردن نمیتونم در خونه ما خوبی کاری نیست من بچه کلونیم صنف ششمی خونه دیگهش 2 تا دختر که و یا بچه خود شونن خیلی دیگه چی بگم برادر رو التماس میکنم فقط من التماس میکنم که یک دست یاری درست کنین ایلوژش باشه اگر پناهتون به خدای تعالی این خانم احوالشون جزیره گله پلم هم جزیره خیلی زندگی ویرونه همه خیمتون خیلی یوردمی خچون رفتون همین آدمای چیزو خیلی جو همه خیلی احوالو و از بین نخواه حجتای من نخواه که تونمو من نکنم این همش معلوم البته یکون دکتر بودگی میفهم همین دورگی همش معلوم های
این بو هستای من کاغذو من این همی یک پچکای این همی درون همی همه دکمنت های دختر من ده ممکن نیست یک شیشی من کار میکنم دویم شیشی من قاق شدگی های من نوشتگی های من اینا من پیچتوش کردی همه گذاشتگی مثال چیز کردگی نخو که اینا چی بگم همش هستای حجتو اینا برای اینا من دکترو ده پرویر کنیم من دیسک ده داجه زاپیس کردگی های همش من تورایو من 24می 03 محفرات مرد استیمات کردگی این همی خیلی برادرو این همی روز دیگه گاو میزنم این همش داخلشون بینین البته همه شما فرزند دارین مباری خواهی کسی که فرزند داره با قدر فرزند میرسه و خواهی که التماس ده فقط مرا پیش رو نیارین فقط همی فرزندای مرا که من دستیار ندارم مثال یک خودمون کار کردن نمیتونم مثال کی این رو چیز میکنم این همی خیلی التماس میکنم من شما را خواهی برادرها که بفهمین خواهی چی بگو من دیگه اوخه دنیا همیده